سلام دوستان خوبم. امروز میخوام براتون با این نخای کنفی یه سبد ببافم. ابتدا ما یه گره جادویی میزنیم به این صورت. سر نخمون رو میذاریم اینجا، دستمون رو میذاریم روش و دور انگشتمون به این صورت. این نخ روی این حرکت میکنه میاد اینجا. بعد یه دونه از نخامون رو میگیریم بالا، اولی رو اینو، و این یه دونه نخمون رو میکشیم زیرش به این صورت. حالا 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان پایه اول. یه مقدار اینو میکشیم. خب حالا چند تا پایه بلند، هر چند تا که برای کف سبدمون نیاز باشه میبافیم. من 10 تا پایه بلند میزنم. اینو یکم میکشید که راحت تر ببافید. من 10 تا پایه بلند میزنم و برمیگردم. 10 تا پایه زدم بچه‌ها. این نخو میکشم و جمع میکنم کارم. اینجا که 3 تا زنجیره زدم، تو این زنجیره اولی میام، یعنی زنجیره سومی از پایین که میشماریم، یه بس میزنم به این صورت. نخو میگیرم از توی زنجیره میکشم بیرون، از توی این پایه میکشم بیرون، این میشه یه بست. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، یعنی ما توی هر رج با 3 زنجیره شروع میکنیم. خب بچه ما الان 10 تا بافتیم. پایه بلند باید کنیمش 20 تا، یعنی توی هر کدوم از پایه هامون 2 تا پایه بزنیم. خب حالا همینجا کنار این یه پایه بلند میزنیم. بعد دیگه داخل هر پایه بلند ما 2 تا پایه بلند میزنیم. به این ترتیب تا اینجا میبافیم. خب من توی هر پایه بلند 2 تا پایه بلند زدم، 10 تامون شد 20 تا و باز میام سر این 3 تا زنجیرمون یه بست میزنم به این شکل. دوباره با 3 تا زنجیره شروع میکنیم و این بار یه جفت یه تک میبافیم. از یه جفت یه تک شروع میکنیم، یعنی اینجا یه جفت و این 3 تا زنجیرمون یه پایه میشه، یه پایه بلند کنارش میبافیم، میشه یه جفت. یه جفت تو پایه بلند بعدی یه تک. دوباره اینجا توی این پایه بلندمون یه جفت، توی پایه بلند بعدی یه تک، یه جفت، یه تک. به این صورت ببافید یه جفت یه تک. خب یه جفت یه تکمون رو رسیدیم تا اینجا، رسیدیم باز سر رج 1 2 3 تا زنجیره داریم. تو زنجیره سوم یه بست میزنیم، دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. این بار 2 تا تک یه جفت، 2 تا تک یه جفت. دوباره 2 تا تک، یه جفت. خب پس شد 2 تا تک یه جفت، دوباره 2 تا تک یه جفت، دوباره 2 تا تک یه جفت. تا انتهای رج به همین صورت ببافید. یه جفت 2 تا تکمون رو بافتیم، رسیدیم دوباره به سر رج به این 3 تا زنجیرمون 1 2 3. به زنجیره سوم که رسیدیم یه دونه بست میزنیم و دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و این بار یه جفت 3 تا تک. گردبافی هستش دیگه. تو هر رجی تکاتون رو اضافه میکنید. جفتتون همون یه جفته ولی به تکاتون اضافه میکنید. ردیف اولمون یه تک اضافه داشتیم، ردیف دوم 2 تک داشتیم، ردیف سوم که الان باشه 3 تا تک اضافه میکنیم. پس الان ما اینجا جفتمون رو زدیم، اینجا شروع میکنیم 3 تا تک میبافیم، کنارش 3 تا تک میبافیم. خب حالا یه جفت، دوباره 3 تا تک، به همین ترتیب تا سر رج ببافید.
من میبافم برمیگردم. خب دوستان ببینید این کفی من شد برای سبدم که با یه جفت 3 تا تک دیگه تمومش میکنم و اینجا یه بست میزنم تو زنجیره سوم، 3 تا زنجیره میزنم دیگه. من نمیخوام سبدم گردش از این بزرگتر بشه کفیش. 3 تا زنجیره که زدم اینجا 2 تا پای بلند کنارش میزنم. یا پای متوسط میتونید بزنید یا پای بلند. و شروع میکنم به اینجاها پای کوتاه زدن دیگه. ببینید دیگه میخوام سبدمو جمع کنم، شروع میکنم دور تا دور پای کوتاه میبافم. 3 تا اینجا 3 تا پای بلند یا پای متوسط میزنم و شروع میکنم دور بافی پای کوتاه زدن. چند دور شما باید پای کوتاه ببافید تا اون مقداری که میخواین سبدتون باشه دیوارش. من میبافم برمیگردم. پای کوتاه ها رو بافتم تا رسیدم به دوباره به این 3 زنجیرم. 1 2 3 تو زنجیره سوم یه بست و 3 تا زنجیره و دوباره 3 تا پای بلند. توی سر همین پای بلندامون میبافیم. و دوباره پای کوتاه میزنیم. روی هر سر هر پای کوتاهمون یه پای کوتاه میزنیم. گفتم چند دور باید این پای کوتاه ها رو ادامه بدید تا جایی که دیواره سبدتون دوست دارید اندازش همون قدر باشه. خب دوباره من پای کوتاه رو میزنم تا برسم به این 3 پای بلندم. خب دوستای عزیزم من دوباره رسیدم سر رج. اینجا توی 3 زنجیرم تو زنجیره سوم یه بست زدم و 3 تا زنجیره دیگه میزنم و توی هر کدوم از این پای بلندا این 3 زنجیره که جای خودش، تو این 2 تا پای بلندم یه پای بلند میزنم تو هر کدومشون. این یکی و اینم دومش. ببینید دوستان این شکل حالت سبدتون دوست داشتید همینطوری استفاده میکنید، دوست نداشتید بافتتون رو برمیگردونید. ببین به این صورت روی بافتتون این میشه روی بافتتون. خب و که اگر شما دوست داشته باشین میتونید چند دور دیگه پای کوتاه دور این ببافین که سبدتون عمیق تر بشه. خب حالا من میخوام عمق سبدم همین باشه. اگر خواستین باز میتونین که شما اینو ادامه بدین، این 3 پایه رو برگردین و ببافینش. به این صورت 3 تا زنجیره میزنین توی این پایه ها، هر کدوم دوباره یه پایه میزنین، یکم این دسته سبد بلندتر بشه. به این شکل برای آویزون کردن. حالا میتونین دوباره مثلا 3 تا زنجیره بزنین، برگردین و اینو ببافین که بلندتر بشه. دوباره به این شکل دسته سبدتون میشه. این سبد رو میتونید آویزون کنین به دیوار، حالت دیوار کوب باشه و گلی رو که تو آموزش‌های قبلی بهتون گفتم میتونید چند تا از این گلا ببافین و داخل این سبد کار کنین، پرش کنین گل، خیلی هم زیبا میشه. من عمق سبدم میخوام همین قدر باشه و از این گلا میتونید ببافین و برای این گلاتون دسته بذارین و فوم بذارین داخل این و با سیمی که داخل این گل قرار میدین داخل فوم فرو کنین. داخلش میتونید یه مقدار فوم بذارین و گلایی رو که بافتین رو وصل کنید به اون فوم. به این صورت میشه عمق سبدمون که به حالت پر گل میشه و به دیوار میکوبیم، حالت دیوار کوب. سلام دوستان خوبم. امروز میخوام بهتون یه مدل گل رز آموزش بدم که نوع نخمم اکریل بافت هست. خب دوستان خوبم، ابتدا ما هر چند تایی که دوست داشته باشیم زنجیره میندازیم، بستگی داره به اندازه گل رزتون که چه اندازه‌ای رو بخواین. حالا من 100 تا میندازم. 1 2 3 4 5 6 و الی آخر زنجیراتون رو بندازید. زدیم. حالا میایم داخل هر زنجیره یه پای بلند میزنیم. اینجا 3 تا رو میشماریم به عنوان یه پای بلند. 1 2 3 داخل این زنجیره یه پای بلند میزنیم و دیگه داخل همه زنجیره هامون یه پای بلند میزنیم.
خب تا انتهای زنجیره ها تو هر دونه از زنجیره هاتون یه پای بلند بزنید. پای بلندم که میدونید به چه صورت هست. یه نخ میگیرید، داخل زنجیره قلاب فرو میکنید، یه نخ میکشید بیرون، اول از دوتای اولی و بعد از دوتای دومی. این میشه پای بلند. خب دوستان پای بلندا رو که زدیم تا انتها، حالا اینجا 5 تا زنجیره میزنیم. 3 4 5. 3 تاش به عنوان پایه و 2 تاش برای فاصله. برمیگردونیم کارمونو. حالا اینجا یه دونه زنجیره رو رد میکنیم، تو زنجیره بعدی یه پای بلند میزنیم. دوباره 2 تا زنجیره، یه دونه زنجیره رو رد میکنیم، تو زنجیره بعدی یه پایه میزنیم، پای بلند. 2 تا زنجیره، دوباره یه زنجیره میذاریم، تو زنجیره بعدی یه پای بلند میزنیم. 2 تا زنجیره. ببینید این سوراخ‌ها رو دیدید؟ ببینید اینو رد میکنید توی سوراخ بعدی، اینجا زیر این 2 تا گندمیا یه پای بلند میزنید. دوباره 2 تا زنجیره، یه پایه میذارید زیر پایه بعدی، زیر 2 تا گندمیا یه پای بلند میزنید. تا انتها ادامه بدید اینو. خب بچه من به انتهای رج رسیدم. حالا 2 تا زنجیره میزنم و اینجا این پایه ها یادتونه این 3 تا زنجیره زدیم، 5 تا زنجیره زدیم، 3 تاش برای پایه بود، 2 تاش فاصله. اینجا تو زنجیره سوم هم باید یادتون نره که یه دونه پایه بلند میزنید، 2 تاشو میذارید برای فاصله، ببینید، و یه پایه میزنید، یادتون نره. حالا 3 تا زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم، توی این خونه 7 تا پایه بلند میزنیم. 1 توی خونه اول، 3 که اون 3 زنجیره اولمون میشه یه پایه بلند، حکم یه پایه بلند رو داره. 1 2 3 4 5 6 7. خب اینجا 7 تا زدیم پایه بلند. این خونه رو یه پایه کوتاه میزنیم، میایم خونه بعدی دوباره 7 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا اینجا دوباره یه پایه کوتاه تو این خونه میزنیم، یعنی یه خونمون رو پایه کوتاه میزنیم و تو خونه بعدیمون 7 تا زنجیره میزنیم. 7 تا 8 تا دیگه، حالا بستگی به حجم گل خودتون داره. 1 2 3 یه پایه کوتاه و تا الی آخر به همین سبک ادامه میدید. خب بچه من بافتم اینو تا این انتها. حالا اینجا ببینید من 2 تا خونه اضافه آوردم، یعنی خونه ها فرد شد، یعنی الان من 3 تا خونه دارم. اینو که یه پایه کوتاه بزنم اینا رو پایه بلند نمیشه، چون که اینم باید اون وقت پایه کوتاه بزنم، در حالی که اینجا باید اینو باید پایه بلند بزنم. پس میام 2 تا خونه هامو ببینید پایه کوتاه و یه بست میزنم، 2 تاشون رو با هم میگیرم. حالا اینجا رو پایه بلند میزنم. یه زنجیره میزنم و نخو میکشم بیرون و قیچی میکنم از اینجا. دوستای عزیزم این گل رز رو ما بافتیم، به این شکل شد. حالا میتونیم از چسب حرارتی استفاده کنیم یا بدوزیم این گلو روی گلمون، اون قسمتی که روی گلمون هست و میاریم و شروع میکنیم به پیچوندن. اینجا روی گل منه، اینجا رو چسب حرارتی میزنیم، یه نقطه اینجا، یه نقطه اینجا میچسبونیم، یه نقطه اینجا، یه نقطه اینجا میچسبونیم یا میدوزیم. حالا یه نقطه اینجا، یه نقطه اینجا، با چسب حرارتی خیلی راحت تره و به این شکل گل رو در میاریم. به این شکل میشه گلم.